الله نادینه. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 51 مهندسی جهل ادامه میدم این برنامه رو. بریم سراغ کتاب هایی که امروز میخواستیم بخونیم. این کتاب اولی که امروز خوندیم در برنامه قبلی اون بیشتر به ایمانیات و فتواها ربط داشت. حالا این کتابی که الان میخونیم رساله قواعد حساب، این یه کتابی هستش که ترک‌ها نوشتن، در مورد کتاب هستش. ظاهرا 112 صفحه باید داشته باشه یا 118 تا اینجا، نمیدونم سطرش باید اول کتاب رو از نظر فیزیکی از چشم بگذرونید. ببینید داخلش یه آدمی نشسته خط خوشنویسی انجام داده و اینجا این کتاب رو من همین که اینو دیدم، این کتاب البته اینجا مهرش خیلی تغییر کرده، جالبه، یک الله رو مثل اژدها نوشته یا صالح چیه، اینو مثل اون نوشته، خیلی جالب هست. و این امیر خواجه کمانکش اسیوداری این کتاب رو تحفه کرده. آدم بسیار بزرگی بوده، ظاهرا هم خیلی سرمایه دار بوده که این کارو میکرده. اینجا مهرش رو داریم میبینیم، آشنا شدیم باهاش. کتاب خیلی زیبا با خطیه که میتونم بخونم. حالا با اجازهتون من از نظر فیزیکی این کتاب در سال 1103 حدود 350 سال قبل این کتاب نوشته شده در 242 صفحه. اینجا حالا فهرستشه، بعد برمیگردیم اینجاها یه چیزهایی نوشته که حالا ببینیم چی هستش. از نظر فیزیکی یه نگاهی به کتاب بندازیم. خیلی عرض و طول کتاب خیلی زیاد نیست، ریاضیات رو داره آموزش میده. قبلا 3 کتاب در مورد ریاضیات در جهان اسلام صحبت کردیم. اینم جدول ضرب کتاب هستش که داریم میبینیم. اینجا دوباره یه چیزهایی در همون مایه ها، اینجا هم یه چیز دیگریه، من این رو اصلا نمیدونم چیه. برمیگردیم اینو میبینیم که چی هستش. اینجا دوباره دیگه کتاب مربوط به ریاضیات دیگه. حالا برمیگردیم و اینو فقط از نظر فیزیکی یه نگاهی بهش بندازیم. نمیخوام خیلی طولانی باشه ولی هر چی کار میکنم بازم زبانش هم دقت نکردم دوستان، ببینم که این چه زبانیه. تغییر کرد خط، نگاه کنید خط یهو، ببین از این خط به این آشکاری یهو تبدیل شد به این خط، خیلی متفاوته. یعنی من اینو الان بزرگ بکنم دوستان، همین 2 صفحه رو با هم مقایسه بکنید، نگاه کنید این خط رو، صفحه سمت راست رو که الان موس روی اونه، این رو با این یه خط نگاه بکنید، اصلا زمین تا آسمون فرق کردیم. این یه خط شل قلمکاره، اون یکی هم خط لااقل خوبیه که من میتونم بخونم. اون یکی رو نمیتونم بخونم یا خیلی زود بزنم و بازم نمیتونم، یعنی خسته کننده میشه. و حالا بریم ببینیم که آخر کتاب رو هم یه سری بزنیم و برگردیم ببینیم که تغییر کرده خط دوباره. این کتاب کاملا علمیه و ریاضیه. عرض کردم ریاضیات در زبان عربی به معنی ریاضیات یعنی تمرین‌های بدنی هست بیشتر. وقتی ریاضی میگن یعنی تمرین‌های ذهنی. ریاضی یعنی که ببخشید تمرین‌های. این کتاب آخرین صفحش اینه، دوباره آخرش هم آدم میشه ماشاءالله توکلت علی الله و اینجاها اعمال ریاضیه دیگه. فکر میکنم خود نویسنده این کارو کرده یا یکی که بعداً چیز شده نوشته. اینجا اومده یه آموزش هایی رو داره میده، مسائلی رو مطرح کرده، احتمالاً صورت محاسبه چه شکلی، اول مسئله رو میذاره و بعد اون رو چجوری میخواد حل بکنه. اینجا هم احتمالاً صورت تفریقش اینه، صورت اینا مختلف، با اون مثلا یه مسئله رو از چند زاویه میخواد حل بکنه. حالا برگردیم بریم اول کتاب و شروع بکنیم. این کتاب رو
ببینیم ابعاد کتاب در 20 سانتی متر و 8 میلی متر و 110 سانتی 100 احتمالاً یا 150 میلی متر هم یه چیزشه، بزرگ شه. النص عبدالعزیز الله بعد افندی، عزیز افندی بعد السلام. حالا هر چی هست اینم دیگه نمیتونم بخونم. این جالبه، این عکس اژدها رو چجوری شیخ عزیز اسم خودش یه اژدها کشیده. اینم احتمالاً صالح چی هست، شیخ عزیز صالح چیه اینجوری نوشته، یه به اژدها تبدیل کرده، یا حنان هم، حالا این چند اسم خداوند هستش. یه حالت مهری هم اینجا زده، شیخ عبدالعزیز افندی B141 1141 اینجا هم نوشته. این کتاب رو این آدم در این سال خریده، دستش اومده، یا حالا قبلا نوشته شده به دستش اومده. این که قواعد. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم این کتاب چی میگه. این کتاب باز هم جزو کتاب‌های علمی هستش، برای اینکه نویسنده اومده 3 طرف کتاب رو خالی گذاشته تا خواننده دو طرفش خالی گذاشته که اگر خواننده نظری داشت اونجا بنویسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الملك الاعز الاکرم والقادر الحکیم الاعظم الذي علم الانسان بالقلم ما لم يعلم، ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين و نبی الحرمین الذي صار من المسجد الحرام الى قاب قوسین في الساعتين محمد المصطفى الشفیع في الدارین و على آله العظام و اصحابه الكرام الى یوم البعث و القیام. اما بعد، bu kitabın müsennifi و بو رساله. ببینید حالا اونجا که میگم کلمات به هم داره رسمه، ببینید و بین بو رساله فاصله نیست، بور ساله اینجوری دیده میشه، ولی بو رساله نون اینجا حالا بازم فاصله بین نون و این بیشتر از این ر و بو هستش. رساله نون مؤلفی قلیل العمل و کثیر العمل. این عمل اول به معنی کاره، این عمل دوم در عربی اینها مشخص میشه. در مثلا عمل اول اینجوری میگن قلیل العمل و کثیر العمل. عبد الفقیر و مذنب الحقیر المحتاج الى رحمت الله الملك الاعلى الکبیر حاجی محی الدین محمد ابن حاجی اتمج الکاتب. این اسم خودش و پدرشه. اسم حاجی محی الدین محمد ابن محمد، حاجی محی الدین محمد فرزند حاجی اتمجه، حاجی اتمجه کاتب، فرزند حاجی اتمجه کاتب. اصلح الله شأنهما. خدا هر دوتا رو شأنشون رو چیز بکنه. عنفوان شبابیدن، عنفوان اوایل، شبابم جوانی. عربی هم فکر کنم هر دوتا عربی هم. شبابیدن او آن شیخوخته ارشینجه، او لحظه شیخوخیت پیری، ارشینجه اشرف اعیاندن. ببینید دوباره این اعیان اینجا اعیاندن و امراء دیواندن. حالا ایشون هم از بزرگانش پولداران است و هم از امرای ارتش. ارباب گرم و اصحاب رقم اولان کامل و فاضل kimseler بلا مصاحبت و اختلاط edip müddet medid و زمان بعید onların خدمتinde olup. خدمت احتمال میدم همون خدمته منظور. اینجوری قلم حالا اونجا روی دال هم یه نقطه گذاشته. خدمتinde olup ترتیب حسابه و ترکیب ارگامک قانون کلیدdir, kollidir, قانون کلیdir. Bir neçə اوقات ممارست etməkə və ilm şərif üçün vəz olan dəqaiq kitabların tətəbbü eləməklə
به قدر الوسع و طاقه فی الجمله اطلاع علومی. حالا میگه آقا من خیلی کار کردم اینا، به اندازه وسع خودم از این حساب و کتاب یه چیزا یاد گرفتم. داره اینو خلاصش اینه. Ama ol müteber kitaplar kim bu ilmi hesabıda mütekeddimin yazmışlardır. Onların dahi bazı Arabi ve bazı Farsi olduğu sebepten müftedi olanlar ondan istifade edemezler ve zaban Türkiye'de dahi bir müfid ve muhtasar kitap gördüm ki müftedi olan gerendaşların mutala edip ana mutala edip ondan müstefid olarlar ve hem gördüm bu ilmi hesabdaki gayette kürklü ve şerif ilm olduğu. این köklü ihtimalen başı, ben kerkülü دارم میبینم، احتمالاً köklü، حالا kerkülü هم ممکنه این به معنی چی هست، این kerkülü olmak نمیدونم. و şerif ilm olduğu ecelden erbab ve elbabiden ekser nas bu ilme muhtaçlar ve muragiblerdir. Pes bu fakir dahi diledim ki Arabi'den ve Farsi'den tercüme edip bu ilmi hesabıda bu bir risale bünyad edim ki zamane haline münasip olup metalib erbab ve mahbubul elbab ola ve hem bu saygan Arabin ihtimalen این نمیدونم چیه و هم boysagan Arabin var gam ve ergam. حالا نه bu sagat Arabinin ve ergam Hindinin dahi müfredatının ve mürekkebatının sahahinden ve kusurinden şul mübtedi olanlar fahm edip istifade edecekleri derecede olanları beyan eyleyim. Zira bu ilmi hesap bir muhrez ahirdir ki حالا اینجا این کلمه بهرزه، مثلا bir بهرز آخرdir kim bunun derkünde idraç ugul ve aciz o fikrinde efkar fuhul gasirdir. Fuhul gasirdir. Pes bu galil el-beza'a zayıf dahi dil onda akli şam eyleyip bazı mechudla ihtimam edip خلاق حالا اینجا البهیما اللهما احتمالا باشه نمیدونم این چه و متبعی عطایا bu şerif ilmiden ben fakirine ata ve ihsan همون الله بود. حالا اونجا یه جایی ihsan ettikten mümkün oldukça zaban Türkiye'de bu risaleyi bünyad edip mücme'il gavaid diye ad verdim. اسم کتاب رو گذاشته مجمع القواعد. حالا این بالا گفته رساله، این میگه اسمش مجمع القواعد هستش. ad verdim ve bu ilm hesabın külliyatinden ve cüz'iyatinden şunlar ki beynun nas ehemmi metalib ve etemmü mearibdir, onları cem edip vazih ve roşen ve muhtasar ve mufid ala veçh tefazzul bu risaleye qeyd edip zuhure getirdim ta ki
müftedilere asan olup müellif risaleye duayı hayır yad edeler. Hayırla duayı hayırla yad edeler. Zira bu risaleden dahi murad hayrun nas men yenfe'un nas birle amil olup bir eser خیر. حالا دیگه شعرم اینجا گفته ببینیم تا که آنلرون در ایبین کردگار. حالا اینجا یک چیزی گفته منو ببخشن دیگه، حالا گفته که بذار ببینیم رجا فس ارجا دورچی اجرا دورچی صحب گلمدن و خط و رگمدن هر نقصان که واقع olmuş ola bu fakir رحم edip ani دامن افله ستر edeler ve nüksani dahi kemal keremleriyle ıslah edip ben zelili iflah edeler. Şer ta ki anların da eybin kirdigar lütfüyle sitrede leyl و nehar kendi eybim kılacak itiraf ehl efzel ehl fezl olan gerek ede muaf ve ma tu fefi illa ve ma tevfiki illa billah ala aleyhi tevekkeltu aleyhi ucib. Ve bu risale 3 şık üzere mebnidir. Şık evvel nedir? Beyan sahahidedir. 16 faslidir. حالا در بین صحیح ها چی هستش نمیدونم. 16 فصل در اینجاست. الفصل الاول فی بیان سیاقات العربی. سیاقه های عربی چی هست؟ الفصل الثانی فی بیان ارقام الهندی. حالا همینجوری داره میره. الفصل السابع تاس عاشر اینا رو میره. از فصل سادش عشر اینم که از اینجا به بعد. حالا از اینجا ببینیم در بیان حالا این چیه؟ yazılır. Pes bunun tekaddümi labud olduğu sebepten bunda dahi sabiqen mezkurdur. Der beyan sayagat Arabi ihsa sayagat saymaklar sayagat. من حالا فکر کردم این یک چیز عربیه، نه این ترکی بوده. من حالا اونجا نمیتونستم بخونم. ببینید آشنا نیستیم دیگه با ترکی. sayagat saymaklar sayılar. Arabi ihsa birler ihsa ahsad ahad birler ahad birler üstte Türkçe نوشته در زیرش نوشته ahad birler. حالا اینجا زیرش اون علائمی که قبلا خونده بودیم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و اینها رو اینجا آورده. اونلر اینجوری گفته عشرات yüzler مئات. حالا زیرش دوباره این عشرات رو زیرش نوشته شه 10 20 30 40 50 چجوری نوشته میشه؟ با حروف نه با عدد. در بالا هم یگانها رو 1 تا 10 رو نوشته که به این شکل نوشته میشه. دهگان رو اینجا 10 20 30 40 رو هم اینجا نوشته. 100 تا 1000 رو 100 200 300 اینها رو هم اینجا نوشته. الوف هزاران هستش. الوف اینجا گفته بینلر هزاران. دوباره 1000 2000 اینجا اگه نگاه بکنید مثلا 1000 این یک اینه، اینجا همون رو به یه شکل دیگه اضافه کرده. 2 اینجوریه، اینجا اینو این کاری کرده. 3 هم همینطور رفته دیگه. عشرات آلوف او بینلر بینلر. عشرات آلوف اینجا گفته یعنی اون بینلر. البته اینجا نه مثل ه افتاده، اینو باید بدونیم که این اون بینلر. دوباره اینجا گفته مئات الوف یعنی صدها هزار. اینجا 100 بینلر 100 بینلر. این پایین گفته مئات آلوف 100 هزار 100 هزار 100 200 هزار 100 300 هزار 100 400 هزار. اینجوری گفته که اینم 100 kere 100 bin 100 kere 100 bin 100 kere 200 bin 100 kere 300 bin 100 kere 400 bin اینجوری. آلوف مئات آلوف.
حالا اینم داره اینها رو همون رو عشرات آلوف مئات آلوف، عشرات آلوف مئات آلوف. حالا اینجا 10,000 100 هزار، 1,000 100,000 ببخشید 10,000 100,000 10,000 تا 100 200,000 10,000 تا 300,000 اینجوری اونو داره میگه. 10,000 تا 300,000 اینا اینجا رو اینجوری ببینیم که اینا ترکی چه شکلی نوشته. کجا رفت؟ ندیدم این رو. پس سیاقات معذرت میخوام، سیاقات سایلار عربی دقیق منزل اولدن demek gelince این چی بود اینو نتونستم و متقدمین üzere de ala tertib و ترکیب ذکر اولوندی. عربی دقیق منزل اولدن دهمه، احتمال میدم دهم، حالا هر چی هست این نمیتونم بخونم. gelince وضع مقدمین üzere ala tertib و ترکیب ذکر اولوندی. این وضع رو ببینید خیلی فاصله گذاشته بود، من داشتم همینجوری چیز نیست، الان متوجهم فهمه اولوندی فهم etmek bu kadar تصویر کافیدر. حالا میگه که برای اینکه فهم بکنیم اینقدر تصویر کافیه. باقی دقیق علاوه هازا قیاس، میگه بقیه‌شو دیگه از همین اساس قیاس بکنید بخونید دیگه لازم نیست. اما منزل 17 اینجا دهم بود، من دهم خوندم، اینو درست خوندم. اینجا میگه در منزل 17 که خانه عشرات مئات آلوف خدر یعنی الف قدر yani 10 kez 100.000 hanesidir. Anda bu şekli yazılmıştır. Bebin İncil'i 10 kez 100.000 10 بار هزار، یعنی الان میخواد بگه که 10 بار هزار چقدر میشه؟ 10,000 اینجا اونم 1000 میشه 10 میلیون. میگه 10 میلیون رو با این مثل دوتا الله می نویسن، yazılmıştır انگار مثلا الله، دوتا الله مثلا. و bu الف شکلی اینجوریه، شکل الف این حالت رو داره، با قرمز نوشته. اون کز 100.000 olur زیرا الف و بین demek 1000 kez 1000 demektir. الف گفتن به معنی اینه که 1000 kez 1000 1000 دفعه 1000 1000 بار 1000 میشه 1 میلیون. و 1000 kez 1000 دقیق 10 kez 100 demektir. 1000 دفعه 1000 یعنی 10 بار 100 رو بگید میشه 1000. 10 تا 100 میشه 1000. اینو میخواد بگه. ببینید که چه شکلی شروع کرد، از اعداد رو از اول چه شکلی شروع کرد. حالا دیگه خیلی طولانی. اینجا همون اعدادی که با خط می نویسن اون رو استانداردش کرد. این که نمیتونیم بخونیم به خاطر اینکه با این استانداردهای اینجا برای آموزش این یکگان و دهگان و صدگان و هزارگان و 10,000گان و 100,000گان و 1 میلیون استفاده کرد. ما با اینها اگر آشنا باشیم با اینهایی که اینجا هستش میتونیم این صفحه ها اینها رو بخونیم. اینها عدده، یعنی اگر مثلا ما به کتاب‌های قدیمی رجوع بکنیم، کتاب‌های حسابداری دولتی در گذشته اگر مراجعه بکنیم، با این احتمالاً با این حروف اینجوری شکل‌ها نگیم حروف، با این شکل‌ها مواجه میشیم که نوشته یا شکل‌های اعداد هستش. حالا به اینها اعداد عربی میگه، جالبه. و به اون اعدادی که 1 تا 9 و 0 تا 9 این رو بهش میگن اعداد هندی، از هندی ها گرفتن. حالا با اجازهتون بریم ببینیم که فصل سوم در چی بود. فصل ثانی فی بیان ارقام الهندی، ikinci فصل ارقام هندینین beyanındadır. İmdi biline ki bu ارقام هندینün اعدادının ahadine self 9
ahadine ihtimalen self dokuz suret mersum etmişlerdir. Bu vasfile اینجوری. حالا من اینجا یک و دوش رو نمیدونم. این مثلا ببینید این یک هست، این دو هست، این سه هست، مثلا این چهاره، این پنج، این شیشه، این هفته، این هشت، این نه. نمیدونم چرا این تا چهار رو خوب ننوشته. مثلا این خیلی شبیه دوی انگلیسی هست. این سه مثلا صحیحه یا چهاره. نمیدونم چرا اینجوری. اما bugün Irak iline bu sureti bugün Irak 2'ye bu sureti vaz etmişlerdir. حالا پس دو نوع نوشتن و که bu sureti vaz etmişlerdir. 2 ve 3'e in 3 ve 3'e dahi bu sureti vaz etmişler. این صورت 3 هست، این 2. این 2'ye. 2 اینجا گفت. اما bu قوم عراق احتمالاً این میشه. 2'ye bu sureti vaz etmişlerdir. 2 به این شکله. این علامتش بالای عربیشه. این یا اصلا یه خطیه این و 3 dahi به این شکل نوشتن. بعضیler dahi 8'e bu sureti vaz etmişler. 8 به این شکل میگه، بعضی هم به این شکل. در هند هم میگه که حالا یا عراق این شکلیه و بعضی داخل توکوزو bu sureti vaz etmişler. کدوم صورت؟ اینه. 9 رو هم بعضی ها اینجوری نوشتن و بوندن سورا بالکل که حالا اینا دیگه ریاضیات رو داره توضیح میده. اینجا میاد میگه که بعضا منزل olduğunda واقع olsa عدد bu surette yazarlar 1 ve eğer bu menzilde sabit vakı olursa adette 10'dur. Bu surette yazılar 10 belası ve eğer bu menzil bir menzil salis de واقع olursa حالا دیگه میگه اگر یکان باشه اینجوری یک نوشته میشه، دوگان باشه، دهگان باشه، دوتا یه صفر میاد، صدگان باشه دوتا صفر میاد. اینا رو داره توضیح میده. بعد اینجا خودش میگه که حالا اینجا اشکال ارقام هندی اشکالش چه شکلیه در هند. احد برا حالا اینجوریه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا 9. عشرات هم اینجوریه 10 و 20 و 30 و 40 و 50 تا 90. صد هم اینجوریه. اینجا هم هزارها رو بینلر رو اینجوری می نوشه. اینجا یوز مئات یوز 100,000 ها رو اینجوری می نویسه و اون کز 100,000 10,000 100,000 رو اینجوری می نویسه. این 100,000 اون کز 100,000 خودش 100,000 به علاوه 10 این میشه 1,000,000. نگاه کنید 1,000,000 رو گذاشته اینجوری دیگه. این 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون 10 میلیون اینا 10 میلیون نه 9 میلیون تا اونجا میده و همینجوری داره اینها رو آموزش میده. خیلی جالب هست. من بیشتر منظورم اینه که این قسمت هایی که به شکل نوشته هست بخونیم، یعنی ببینیم که ریاضیات رو به ترکی آموزش میده و خیلی هم خوب آموزش میده و این رو ما پس bunun دقیق قاعده‌سی budur ki حالا اینجا یه جدولی کشیده یا یه چیزی رو داره یه سوالی رو مطرح کرده. بذارید ببینیم اینجا چی میگه. الفصل الثالث دی بیان الجمع 3. فصل جمع اتمک بیان داده. جمع رو چجوری انجام میدن و bu جمع اتمک داخل bir neçe طریق vardır. پس جمعی برای جمع کردن چند تا راه وجود داره. اما اونlardan şu ki muhtasar ve mufid ve muhtardır onları علاوه تفصیل ذکر edelim. حالا میگه اونایی که خیلی چیز مختصر اونا رو میگم. imdi bilkol ki bilin ki bu cem etmekte tarik budur ki eğer bir miktar meblağ cem etmek dileke gerektir. Etmek dilek gerektir ki o meblağ biri tahtine şöyle yazıla. Birbirinin altında zire همدیگه باید اینا جمع بشن. yazasın بعد bu eşkali tahtine bir
bir zade çekip حالا یه خطی زیرش بکشید اینجا به تحت bir راده bir زاده احتمالاً زائده بهتر باشه چکوب آنی جمع ادسین. حالا اینجا نشون میده که اعداد رو زیر هم بنویسید بعد زیرش ببینید مثل یه چیز میکشه، این جلوشه این عقبشه، خط رو اینجوری جدا میکنه، این زیرش هم خطشو میکشه، میگه حالا میتونید اینها رو جمع بکنید با هم. یه مثال دیگه هم اینجا میزنه. پس bunun دقیق قاعدسی budur ki ol bu ازلاعی، حالا این داخل یه مربع نوشته دیگه، اینا همه رو داخل یه مربع کشیده گفته که اینا رو با هم جمع کنید. پس bunun دقیق قاعدسی budur ki o اول bu ازلاعی جمعون زل اولن که خانه آهادdur، اول اینا آهاد دیگه، فردها اینه، بعد دهگان و صدگان و هزارگان و 10,000گان اینا رو میگه. زل اولن که خانه آهادdur تحتیندن فوقنه از پایین به بالا، از تحتیندن فوقنه وارینجا و یا خود فوقدن تحتینه وارینجا، یا از بالا به پایین به تمام اد ادسن به هم جمع بکنی، به تمام همه اینها رو به هم یگان رو از بالا به پایین یا از پایین به بالا با هم جمع بکنی. و هر نه مقدار اولورسه تحتیندکی راده زیر خط، اینجایش خالیه اینجا رو گفته رو بالا یه جایی خوندیم نتونستیم بگیم بو راده اسمش راده هستش، من این ریاضی دیگه متوجه نشده بودیم. راده تحتینده که راده نون تحتینده یازسن و اگر اشراتوندن نسنه واقع اولورسا، اگر به جای صفر یه چیز دیگه بود اشراتونده مازاده سن یازوب، اونا رو هم جمع میکنی اضافهش اونجا مینویسی. اشراتونون هر önünde بیرن مرفوع دو. حالا دیگه داره آموزش میده. به نظر من حالا اینم جدول ضربشه احتمالا، نه؟ بله مثلا 9 تا 81 تا 8 9 تا 70. در این نوع جدول ضرب اومده خود عدد رو با هم ضرب کرده، در چانرش اینو گذاشته. حالا بعدا میبینیم که این جدول ضرب رو مثل جدول ضرب هایی که امروزه هست یک تا اینجا مثلا گذاشته، از اینجا از راست به چپ نوشته. اینجا فرقش با اون جدول هایی که اما الان میبینیم اینه که این جدول رو از راست به چپ تنظیم کرده، در حالی که ما الان در مدارس که میخونیم از چپ به راسته جدول ضرب. حالا این یک نوعشه، اینجا یه نوع دیگری رو داره نشون میده. این جالبه، ببینید بیان ضرب امگ چی مربع، وجود مربع، ببخشید بیان ضرب وجود مربع، اینم به این شکل. حالا من اگه اینجا رو بخونیم که دیگه این همونه، بذار ببینیم اینجا این چیه، اینو میخوام این جدول ضرب اینجا چه شکلیه اینو بیان ببینید. یعنی چند نوع جدول ضرب رو اینجا بخواد به ما نشون بده. همین که قیافش رو نگاه بکنیم، این یه جدول ضربه، ببینید این حالا الفصل الرابع فی بیان ضرب عمود، این ضرب عمود رو دردونجی فصل ضرب عمودون بیاننده دور، این هم ضرب عموده. حالا عمود منظورش چی هست من دیگه نمیدونم، باید خوند و اینها رو فهمید. حالا این ببینید اینجا با یکی از راست به چپ با اعداد داخلش، یکی اینجا دیگه اونها رو نیاورده، اینها رو با خودش جمع کنه، یک تا یک دو تا مثلا دو تا اینجا 4 تا میشه، 3 تا اینجا مثلا 9 تا میشه اینجوری. حالا این چیه؟ اینم نوع دیگری از ضربه. این یک نوع ضربه بود، این یک نوع ضربه، اینم یک ضربه دیگه است. حالا ببینید çiğ. Vardır ki alet tertip olsun için anlara murad kitap واقع olmuştur ve ضرب مثلث تکرار olacak. اینم یه ضرب مثلثه. من اینو اصلا خودم تو عمرم ندیده بودم، نه اینو دیده بودم بالایی رو تو عمرم، اینو هم ندیده بودم که به عنوان یک ضرب استاندارد باشه، جدول ضرب استاندارد باشه، و اینم که جدول به این شکل باشه، یکی. حالا این یک دو تا احتمالاً یکی دو تا یک 3 تا یک 4 تا اینجوری فکر میکنم اینجوری شده. بعد دو خودش 2 هست،
2 تا 2 این 3 احتمالاً 1 با 2 میشه 3، 1 با 3 میشه 4، 1 با 4. اینجا این دیگه نمیدونم چیه. حالا بذار ببینیم واقع علمش به ضرب المثل ده و ضرب المثلث ده تکرار olacak اشکال به تمامی مطروح و در ve şul eşkal ki bu mahallede muhtaçdır bunda hemen anlar kitabet olunmuştur. Bedin mucib misal ضرب المثلث. این ضرب المثلث دیگه. حالا این چه شکلیه من اصلا نمیدونم. خب بریم یه صفحه دیگری رو از این، مثلا این چیه، اینجا چیکار کرده با اینها، ببینیم میتونیم یه چیزی بخونیم در اینجا ببینیم که این قضیه چیه. حالا خیلی توضیح میده در مورد ریاضی دیگه. من فکر می‌کنم که برای دوستانی که بلدن خیلی خسته کننده، برای منم که دیگه سر در نمیارم خسته کننده است. البته ما اینو دیگه آسونش خوندیم دیگه، بعدها خود جدول ضرب خوندیم حفظی. مثلا این چی هست؟ این مثلا من نمیدونم این قضیه چی هست. این 20، این 0، 2، 5، اینجا 7 چرا 2 شده مثلا، اینجا 0، اینجا 9، حالا 2، 3 و 2 باید بشه مثلا 7. چی شده مثلا؟ اینا رو نمیدونم. 5375 اینجا جمع کرده. این 6 باید نه بر اساس اون نیست. مثال ضرب مربع غیر مرفوع. این یک نوع ضرب مربع غیر مرفوع، نمیدونم یعنی چی. یک نوع ضربه. حالا در قدیم چقدر اینا تونستن راه حل پیدا بکنن برای حل جمع ها. حالا بریم صفحه 50 این کتاب ببینیم که باز یادآوری بکنم که دوستان در اینجا ما در هر صفحه‌ای که می‌بینیم 2 تا صفحه رو گذاشته. در اصل این کتاب 242 صفحه است ولی ما اینجا در 121 صفحه می‌بینیم. الفصل ثانی عشر چی هستش؟ فی بیان تسلیس مربی و تجمیع چی الاغایت تعشیر. اون اکنجی فصل تسلیس و بربیع و تخمیس اتمایی بیانه در. دیگه من اینها رو اصلا نمیدونم تخمیس یعنی چی. ببینید اینجا تسلیس سگانه، اینجا تربیع 4گانه، اینجا تخمیسه، اینجا تسدیسه، اینجا تسبیعه، اینجا تشمیس، اینجا تسبیعه، اینجا تشیره. یعنی نمیدونم اینا یعنی 10 تا عدد چیه، اینا رو من سر در نمیارم اسمشه. حالا احتمالا یه مثالی ازش بزنه، ما هم که فرصت نمی کنیم اینو بخونیم. بریم صفحه 50 همونطور که عرض کردم ببینیم که صفحه 50 الان 45 هستیم. بریم ببینیم صفحه 50 چیزی برای چیز جدیدی باشه یه نیم صفحه از اونجا بخونیم و ببینیم کتاب ترکی هستش یا نه. اینجا صفحه 50. Özüdədir ya üzəredir. Amma bunda bəzilər bir əks olur. Niyə ra qaidə niyə ra qaidə olan خانه رابع‌دür. و این کلمه رو نمیتونم بخونم. ببین اینجا دوباره اینجا تکرار میشه. مچه یولد چیه؟ این یه اصطلاح. اولن خانه اول 10 من، خانه ثانی 900، خانه ثالث مجهول. این مجهوله. این کلمه اینجا مجهوله. bir قاعده olan مجهول olan خانه رابع‌دür و مجهول olan خانه ثالث‌دür.
حالا اینجا تو این خانه که مجهوله اون ثالثه، اونی که چیز هستش اولن خانه رابع دور 4 خانه اینجوری خانه اول، خانه ثانی، خانه ثالث مجهول میشه. این چیزه معادله تک مجهولی که سه تا عدد رو به من میگه 4 رو پیدا بکن که چیه. اون خونده بودیم یه چیزی در ریاضیات خونده بودیم، این همونه، این اون بحث رو اینجا میگه که به این شکل حل بکنید، این رو میخواد به این شکل حل بکنه. متوجه شدن قضیه شو. خیلی تخصصی، یعنی من چی بگم الان مثلا عشر سادس فی بیان خطائین خطاب و بو خطائین خطائبن و بو خطائبن دخی bir ne kadar در مجهول وارسه bununla استخراج اولر. حالا یک چیزی که یک معادله میده، یه مجهولی یا دو مجهولی، میگه نه قدر باشه یعنی هر چقدر مجهول داشته باشه میاد میخواد اینو در بیاره. دیگه خیلی ریاضیه دیگه. من با اجازهتون اینا رو که وقتی میخونم چون سوادم نمیرسه در نمیارم، فقط میتونم بخونم. این که درکش بکنم این قضیه چیه. این کتاب ترکی هستش به زبان، اینو میخوام بگم، این کتاب ترکی هستش به زبان ترکیه، آموزش ریاضیه و خیلی تخصصی. حالا بریم صفحه، اینم 40 دقیقه الان اینجا روی این کتاب وقت گذاشتیم. بریم صفحه یکی دو صفحه آخر رو در این 10 دقیقه باقی مونده ببینیم که چیزی میتونیم از اینجا بخونیم. اینجا یه چیزی نوشته 1103. این صفحه رو بخونیم. دقیق شک سالسی چه مسائل شیء بیاننده‌دür این قرمزا دیده نمیشه. دوستان من اینو بزرگش بکنم که ببینید که خوندن این قرمزا خیلی چیزه. مسئله، احتمالا این مسئله هست. bir henle bu dahi in ithame yetişti. این احتمالا انتها، ولی یا انتهامه. ربعین له bu dahi اتهامه یتیشتی. انتهای، احتمالا انتهای یتیشتی، نه اینم نیست، انتها یتیشتی امتها یتیشتی. آنه bu مسائل شگنن اختتامی مسئله. حالا داره برای اون یک مسئله طرح میکنه. Kuşvar ile vaqe olduğunun sırrı budur ki şul mübtedi garandaşların bu Risale-i Mecmu'l Gevaid ki hicr zardır. نه دیگه اینجاشو نمیتونم بخونم. بذار ببینیم میتونیم آخرش اسمی ازش در بیاریم. البته اولش که اسمشو دیدیم متوجه شدیم، ولی واردور اول اجلدن bunlar باقیسine mikyas olmağa yarımak, yar ve yarımak. ببینید yar ve yarımak خیلی چیزه زیباست. و الا اگر bunların cem'isi bu محلیده علل انفراد تفصیل تطویل olursa تطویل کلام olur. Ecelden ya acilden bu kadar ihtisar olundu ve bu risale latif imin o qaide ve eşref saatte mah seferin 16. gecesinde Perşembe de
سلس لیلی ده وقت اتار ده bu رساله اتمامه یتیشتی. حالا یه وقت و ساعت اون چیزش هم گذاشته. اینجا دیگه برگشته هر دو نوع اعداد عربی و اعداد ریاضی هندی رو زیر هم نوشته که برای یک بار دیگه بتونیم اینها رو به طور خلاصه ببینیم. یک عربی، دو عربی، سه عربی، چهار عربی، اینجا یک هندی و اینها تا 9 هم اینه دیگه، 10 و 11 و اینها، 40 و 45، 70 و 80 و میبینیم که همینجوری داره اعداد رو همینجوری مینویسه تا ببینیم چه این مثلا 990 شد. اینجا دیگه از اینجا از 1000 به بالا رو دیگه نگاه کنید، 1000 میاد، این 1000 رو اینجوری می نویسه، عربیش اینه، هندیش اینه، این 2000، این 3000، این 4000. حالا یه اتفاقی که افتاده اینجا صفرای احتمالاً اینجا افتاده پشت اینا. عشرات الوف 10,000 ها رو اینجوری نوشته. ببینید این عربیشه 10,000، این هندیشه. همینجوری تمامی حروف رو تا این مثلا الان چند تاست؟ 900 میلیون. 900 میلیون رو اینجوری عرب اینجوری می نوشته، هندی اینجوری می نوشته. ما الان سبک هندی می نویسیم و دیگه اینجا میرسه به میلیارد. این عربیشه، اینم هندیشه و اینجا مسئله رو طرح کرده، یه مسئله کلا طرح میکنه و میذاره که اینجا جمع بکنه که دیگه خودش شروع میکنه به این رو با شکل‌های مختلف داره انجام میده. خب دوستان، اینم از این کتاب. متوجه شدیم که زبان ترکی نه تنها زبان ریاضیه، بلکه خیلی از ریاضیدانان و کسانی که کارهای مالیاتی و اداری و اینها رو انجام میدادن راه‌حل‌های مختلفی برای حل یک مسئله ریاضی، اداری، سیاسی، اقتصادی، مالیاتی پیدا کردن و برای همین هم کتاب‌های که مطرح کردن خیلی با هم متفاوته. مثلا در این کتاب ما چیزهایی رو دیدیم که در اون 2 کتاب قبلی که در مورد ریاضی خونده بودیم نمیدونستیم. حالا اون که مثل مرحوم طباطبایی بگیم دیگه، حالا به هر حال مرده رفته، امیدواریم که اون مثلا یا یه عده‌ای میام زبان ترکی هیچی نداره، کافی که این مثلا کتابای ریاضی رو جمع بکنید، همینایی که دست ماست بزنید دهن یارو و این چیه. خود این که ما کتاب‌های ترکی به زبان، کتاب‌های ریاضی، آموزش هندسی، ما دیروز یک کتاب هندسه و مربوط به محاسبات فاصله خورشید و نمیدونم زاویه تابش نور خورشید و بررسی ارتفاع خورشید یا ارتفاع سیارات، از همه اینها رو ما دیروز خوندیم. خب اینا همش تخصص دیگه، ما نمیتونیم بگیم که یه چیزی رو نداشتیم و زبان ترکی عاجزه. نه، اینجوری نیست. متاسفانه اینها ما رو در یک جهان جهل رو مهندسی کردن و ما رو در اونجا نگه داشتن. به امید روزی دیگر دوستان، فعلا در همین حد کافیه امروز. خدا نگهدار.